مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفرمودن که مرسی هیکله تو قهوه خونه داد زد عباس کیه؟ میخوام فکشو پیاده کنم. مشنگه بلند شد گفت مثلا من باشم چه غلطی میکنی؟ مرسی هیکله گرفتش زیر کتک. ملت دیدن داره داغونش میکنه، رفتن دست مرسی هیکله رو گرفتن. اینم از اون زیر گفت ولش کنین بذاریم بزنه، گولش زدم، من که عباس نیستم. آقای دکتر، من با درایت و زیرکی استراتژیکی که البته مدیون خود شما هستم بله متوجه شدم که دارین با ظرافت به موضوع FATF و مقام عظما اشاره میکنین. مقام عظما قبلا گفته بود که نباید وارد FATF بشی، اما الان با رنده خاص خودش گفت که مجلس عاقل و بالغه، خلاصه امضای FATF و انداخت گردن مجلس. منتها چه فرقی میکنه کی امضا کنه؟ کتک رو کل نظام میخوره. آفری آفری خوشم اومد. یعنی کتک رو خورده، زیر مرسی هیکل لط و پار شده، حالا دیگه فرقی نمیکنه کی امضا کرده باشه. بدبختی اینجاست که با این همه بدبختی و خفت خواری بازم این داستان FATF تموم نشده، تازه رفته برای شورای نگهبان. آره. سریال بدبختی ادامه داره. گفتم بدبختی یاد این بهرام قاسمی سخنگوی مشنگ وزارت خارجه افتاد. من تو برنامه قبلی به این بهرام قاسمی گفتم مشنگترین، احمقترین، نفهمترین. اینجا میخوام حرف خودم رو قاطعانه پس بگیرم، چون تو تحولات این هفته از اون مشنگترش رو پیدا کردم. اسمش محمد جواد ظریفه. چطور مگه؟ بهرام قاسمی با اون قیافه ماتم زده همیشگیش ممکنه یه خورده اوضاع حالیش باشه که اینقدر فلاکت زده است، ولی این ظریف با اون خنده های بی‌معنیش داد میزنه که مشنگه. اومده گفته اگه FATF امضا بشه من و روحانی تضمین نمیدیم که اوضاع خوب بشه، ولی اگه امضا نشه تضمین میدیم که اوضاع خرابتر میشه. مشنگ تو رو گذاشتن تضمین بده که وضع اون خراب میشه؟ پس این چند سال چه غلطی میکرده این با برجام و کوفت و زهرمار؟ معلوم میشه الکی اینو نداشتن رئیس اون. نه دیگه زبونت اینجا گاز بگی که این سرپاینی که توش افتادی عواقب استراتژیکی داره. بحث رئیس مشنگتر رو که سر ظریف باز بکنی سر ظریف وای نمیسه تا عمامه حاجی روحانی که رئیس اینه، عمامه مقام عظما رئیس اونم که مقام عظما. دکتر اون بدبخت رو ولش کن، حیوانکی پشمی به عمامش نمونده. توی سخنرانی ورزشگاه آزادی برای استکبار توپ اومد در حد لالیگا، نه ببخشید بالاتر از سردار سلامی، ولی این ظریف مشنگ چشمک میزنه به استکبار. یکی این هوا میگه استکبار رفتارشو تغییر بده. ولش کن بابا، این چشمک زدن معنیش اینه که حرف مقام عظما رو کشکم حساب نمیکنن. یعنی مقام عظما برای پاسدار و بسیجی یه جور حرف میزنه که نریزن، ولی پشت مشتاق به اینا میگه که کار خودشونو بکنن مثل برجام. آره. من استراتژی گیج شدم، وای به حال پخمه های نظام. حالا وسط این بدبختی ها بدبختی FATF هم اضافه شد. نه این همونه، یه بدبختی دیگه نیست. چرا قاطی کردی؟ از یه طرف دیگه نگاهش میکنی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفرمودن که مشنگه باباش مرده بود، داشت گریه میکرد زار زار، تلفنش زنگ خورد، جواب که داد یهو گریهش بیشتر شد. بهش گفتن چی شده؟ گفت هیچی، داریم پشت سر هم بدبختی میاریم. خواهرم بود اونم باباش مرده. روشن شد یا چی بذارم که تو هم اینجا زارزار گریه کنی. مقام عظما که از روز اول گفتن امضای FATF ذلته، پس چرا باز امضا کردی؟ خب آدم که از یه بدبختی خبر داشته باشه که دلیل نمیشه که بتونه جلوشو بگیره. بعضی وقتا سوزشش بیشتر میشه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفهمودن یه روز زنگ زد به رادیو پیام، گفت یه کیف پیدا کردم 50 میلیون پول توشه. موجه گفت آفرین به شما، زنگ زدی که صاحبش رو پیدا کنی؟ یارو گفت نه خیر، میخواستم واسه صاحبش یه آهنگ غمگین پخش کنی. آیه دکتر بحث رو عوض میکنم، مگه بنا نبود اروپا تو این داستان پشت ما باشه؟
هنوز صدای خنده های کرکر حاجی روحانی که سر راه ماکرون وایساد باش دست داد شنیده میشد که داستان دستگیری ها رو گرفتن مراکزمون تو پاریس را افتاد. خیلی تو پوزمون خورد. این دوتا با هم منافاتی ندارن. از همون کرکر حاجی روحانی که داشت ذوق مرگ میشد معلوم بود که پشمی به عمامه دیگه نمونده. شده بود مثل ابوی، مرحوم ابوی که این اواخر که مشاعرش از دست داده بود از همون خنده ها میکرد. بعد به گلای قالی نگاه میکرد میگفت این گلا رو خودتون کاشتی. آیه دکتر، در پایان با در نظر داشتن منافع نظام هیچ سوالی در مورد حرفای مقام مثبت تو ورزشگاه آزادی نمی کنم که پس اون هارت و پورتا چی شدن که دوباره ظریف در باز مذاکره رو نشون میده. اصلا وارد این بحث نمیشم که چرا کسی محل به حرفای ایشون نمیذاره. آفرین، خیلی خوب کاری میکنی، چون الان وضعیت ایشون اصلا طوری نیست که بحثشو بخوای بکنی. اوضاعش طوری شده که شبای جمعه اموات میان برای شادیش فاتحه بخونن. آیا دکتر، من سوال نکردم که این وضع خراب فاش نشه. شما به سوال نکرده ای من جواب میدی آیه دکتر. قربونت برم، تو دیگه پس مونده بود دیگه چی رو بگه؟ تو برگشتی مقام